یو سلام بچه ها، محمد ویژن هستم. خوش اومدید به اولین قسمت از سری برنامه های خوبش کجاست. داستان خوبش کجاست از چه قراره؟ آقا ما هر وقت با سهیل میریم بیرون، یعنی بلا استثنا، اصلا امکان تو برو برادران کریم چلو ماهیچه بخور تو مشهد، برمیگره میگه ببین خوبشو نخوردی. خوبش من یه جا میشناسم، یه زیر پله زیر پونز نمشه، فقط خودش میشناستشو من، یعنی خودش و خانواده‌شو من. سر همین قضیه آقا ما گفتیم یه برنامه درست کنیم از سری برنامه‌های خوبش کجاست، چون همیشه این رقابت بین من و سهیل بود که آقا ما نه فلان جا که من میگم غذاش بهتره، سهیل میگن خوبشو نخوردی. سر همین الان دارم میرم دنبالش. اولین قسمت هم با نون و کباب شروع میکنیم، ببینیم که آقا واقعا خوبش کجاست. قبل اینکه برنامه رو شروع کنیم اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید، آیدی اینستام تو صفحه میاد فالو کنید. بریم که با هم ادامه این ویدیو رو ببینیم. فعلا این داستان این که خوبش کجاست و من تصمیم گرفتم که ولاگش کنم، یعنی یه سری مجموعه ولاگش کنم. و همیشه این مکالمه بین من و سهیل هست. یا یه بار یه جا رفته بودیم کیک هویج خوردیم، باز میگفت خوبش نمیدونی کجاست، خوبش اونجاییه که من میگم. بعد حدود 2-3 هفته پیش داشتم با سهیل صحبت میکردم، گفتم آجی میدونی که حسرتای زندگیم چیه؟ گفت چیه؟ گفتم اون فلافلی که دسفول خوردیم و یعنی اون فلافلی که دسفول گرفتیم و یادمون رفت بخوریم. بعد دسفول ما تو ولاگ سفر به خوزستان بعد از دژ محمد علی خان میریم دسفول، که حالا من اونجا اصلا هیچ فیلمی نگرفتم چون هم خسته بودیم، هم می‌خواستیم استراحت کنیم. بعد نهار تازه خورده بودیم، خود دژ محمد علی خان نهار تازه خورده بودیم و سنگین خورده بودیم، ولی خب حدود 1 ساعت 2 ساعت تقریبا از اونجا تا دسفول راه بود. ما رسیدیم اونجا دیگه تقریبا 7 تا 8 شب دیگه برنامه شام قرار بود داشته باشیم. بعد حالا ما فلافل رو گرفتیم، گفتیم هم من هم سهیل خیلی سیر بودیم، گفتیم حالا فلافل رو بگیریم هر وقت گشتمون شد بخوریم، که شبش یادمون رفت بخوریم. بعد توی یخچال هم نذاشتیم خراب شد، فرداش هم نتونستیم بخوریم. بعد من به سهیل برگشتم گفتم آجی من واقعا یکی حسرتامونه که اون فلافل رو اونجا نخوردیم. گفت اشکال نداره، یه روز داداش میام میبرمت فلان جا، خوبش اونجاست. آقا اینو که گفت من همون موقع گفتم آقا بیا اصلا واقعا ولاگ درست کنیم از این سیستم که خوبش کجاست. یه جا تو بگو یه جا من میگم، میریم ببینیم خوبش کجاست آقا واقعا. حالا الان دارم میرم پیشش، بریم اول با رستورانی که اون میگه شروع کنیم، بعد رستوران من، بعدش ببینیم چی میشه دیگه. آقا واقعا خوبش کجاست. شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز تو کوچه تقریبا یه 10 دقیقه هست گفتم دمه درم. 2000 years later. تقریبا 20 دقیقه است دمه درم. 10 دقیقه پیش زنگ زد گفت شارژر رو بردی؟ اومد باورم نمیشه اومد. آقای حسنی همین الان داشتم راجع به شما صحبت میکردم که یه 20 دقیقه هست دمه در منتظرم. تشریف آوردید بالاخره. چی بگم همیشه چیزای گوشت کن، برای چیزای خوب همیشه باید منتظر بمونی. جالبه. آره چیزای خوب همیشه کم زمان میخواد. متوجهم. به باورم نمیشه تشریف آوردی آقای حسنی. یه بالاخره با اصرار شدید و قولی که داده بودیم بالاخره. آقای حسنی کجا قراره ببریم ما رو واسه خوبش کجاست؟ باش قراره بریم خوبش رو ببینیم کجای دیگه، بریم خوبش رو بالاخره امتحان کنیم، بریم خوبش اونجایی که شما میگین یا اونجایی که من میگم یا بالاخره جای دیگه که بقیه گفتن خوبه و بریم ببینیم دیگه. بریم ببینیم چه خبره. آقا اصلا آدرس بده بهمون.
برو بهت بگم. خب آقا ما اومدیم اولین جا کبابی خان بابا. اول از همه راجع به مدت زمان آماده سازی غذا بگم. ما ساعت 15:29 سفارش داریم، 15:36 اینو بهمون تحویل داد. قیمتش هم که 2 سیخ کوبیده گرفتیم شد 210 تومن. الان هم تاریخ واسه دی ماه 400 چندیم؟ 403 که با یه ماست شد 220 تومن کلا. حالا دیگه بریم ببینیم. خوب شد، درد نشد. آره قیمتش خوب شد. بریم ببینیم کیفیتی داره. نمره چند رو میگیره از ما. کارشناس. ببین همه مردم الان منتظر نظر ما دوتا یعنی الان 10-20 نفر ویور من نشستن ببینن خوبش کجاست. چرا واقعا فوتبالگری و تو فکر اون نبود هیچ وقت؟ چرا هیچ وقت اولویتمون من همیشه تو اولویتم بوده، روم نمیشد جی. من همین یوتیوب هم خودت میدونی دیگه چقدر من بالا پایین کردم واجی روم نمیشه. شده کباب بذارن جلوم خشک باشه و اصلا خیلی بدن کباب خشک باشه. اصلا اون حد از چربی رو باید داشته باشه، چرب بودنه رو باید داشته باشه. خوبه دیگه. من میگم نمره رو بذاریم آخر سر که هر ستا رو خوردیم نمره بدیم. خب سوئیل، فاکتورهای یک کباب خوب از نظر تو چیه؟ خب اصلا یه رستوران خوب دیگه، حالا که کباب هم میده. خب آخه ببین غذا با رستوران بسته شده. تو بخوای مثلا بخوای جا رو نگاه کنی، رستوران رو نگاه بکنی، کیفیتش مهمه، رفتار پرسنلش مهمه، زمان آماده سازیش مهمه، بهداشت محیطش مهمه. ولی خب مثلا به من ثابت شده که همیشه غذای خوب تو جای خوشگل نبوده. یعنی تو نمیگم که صرفاً چون خوشگله بهترین غذا رو داره. شده آقا بهترین جا رفتم، پول خوبی هم دارم، ولی اون غذایی که خوردم واقعا دیدم خاجه با هم آره اون کیفیت رو نداشته. رسما اومدیم بهمون گفتیم که چی؟ حیف پول. آره واقعا. کافه‌شو رفتیم، رستورانشو رفتیم، اینطوری بوده. از اون طرف هم یه جایی رفتیم که اینقدر پول بیشتر ندادیم ولی غذایی که خوردیم بود محشر بوده. آره دقیقاً. این دیگه چیه؟ الان چه فاکتورایی داری واسه نمره دادن تو این ویدیو؟ فاکتور نمره دادن. خب من فقط غذاشو نگاه میکنم. یه محیط کاری ندارم، به قیافش کاری ندارم. اون چیزی که صرفا اون پکیجی که جلومه رو دارم بهش نمره میدم. کیفیت گوشتش، زمان آماده شدنش، اون پخته بودنش، حتی شاید اون نونی که میدن، اون نونه مثلا خیلی مهمه. چون من خودم همینجا که غذا خوردیم یه بار نونش خیلی تازه نبود. ولی الان خب نونش خیلی تازه است. بعد جلو چش خودمون هم سیخ زد، یعنی جلو چش خودمون کباب برداشت زد به سیخ. آره. و با همه این اوصاف 6-7 دقیقه بیشتر طول نکشید تازه بشه. خب ببین چقدر پوینت مثبتی داره این کار. آره. من خودم فاکتورام واسه نمره دادن یک قیمت، آماده سازی غذا، کیفیت و طعم غذاست. اینا اصلیاشه دیگه. دقیقاً. خب کبابی خان بابا کجا هست؟ اینجا لوکیشن شهر ری، دور میدون نارنج. میدون نارنج شهر ری. کبابی خان بابا. حاجی کمرم شکست. پوزیشن نشستم.
هم نارنج تو میخوری همینطوری یا نه؟ من دوست ندارم. نمیاد. خب ما الان کبابمون رو تو رستوران اول خوردیم اینجا پیشنهاد سهیل. الان داریم از شهر ری میریم تهران پارس بریم پیشنهاد من کبابسرای امیر ممتاز اونجا ببینیم سیستم از چه قراره. امتیازا رو هم آخر سر میدیم بعد از اینکه غذا رو خوردیم، چون حالا مثلا یهو اینجا 9 ندیم اونجا بهتر باشه بگیم مثلا 10 یا مثلا برعکس بشه سیستم. سر همین قشنگ آخر سر غذا رو میخوریم، اون موقع نظراتمون رو اعلام میکنیم که چجوری بود چجوری نبود اینا. بریم که با هم ادامه ویدیو رو ببینیم. عاشقی شقایق زن و اتو نماز حقایق راز عاشقای صادقه روی دریای خون یه قایق قم بسته را. خب اومدیم کبابسرای امیر ممتاز الان رو بروشیم. قیمت 215 تومن، زمان آماده سازی 5 دقیقه، دقیقاً 4 و 41 دقیقه. غذا رو سفارش دادیم 4 و 45 6 دقیقه اینا 6 دقیقه دقیقاً شماره‌مون. آره شماره رو دیدم زده اینجا بدو رفتیم گرفتیم. آره. خب راجع به خود غذا استارت کار رو بزنیم. خب این پیاز و نارنج خسته رو اینجوری گذاشتم، اونور پیازش پوست کنده بود. آره خیلی تمیزتر بود. آره این رو باید خودت بشوریش، یعنی به درد پکیجینگ الان ما خیلی نمیخوره. یعنی واقعا رو پیاز داشته. خب خیلی بده واقعا. خب نارنجش هم که قرنی به هیچ دردمون بخوره چون با دندونامون نمیتونیم وا کنیمش. نارنجش هم میره کنار. داری هیت میدی داری هیت میدی. باش بالاخره شما تعریف کردی. داری تعصبی عمل میکنی. شما تعریف کرده بودی گفتی آقا این خوبشه، گفتی خوبش اینجا. خوبش اینجاست. نون تازه. پکیجینگ رو تو ببین. آره این خیلی خوشگل‌تره خدایی. پکش خدا وکیلی خوشگل‌تره. اینجوری کباب اینجوری انداخته بودن جلومون بخورش. غذا بالاخره دیگه. حالا بریم خودش ببینیم چجوریه. این گوجه هم خودش داره. خب ما گفتیم نمیخواد. من به خاطر تو که نمیخوری گفتم گوجه نذارن اونجا. ولی این خودش روش گوجه داشت. البته این سوالم ازمون نپرسیدن. اینم رخ کاره دیگه. بذارم تو دوربین میفته. دوربین نمیفته. این رخ کار. خب قیافش که خوبه. علی کنیم دیگه. علی کنیم. یکی از سیخاش طویل‌تر از اون یکیه. یعنی نظیر اون گوجه رفته فکر کنم. خب پس ببین هم قیمت کمتر هم کباب دیگه‌تر نسبت به حاج امیر. آره حاج امیر که نه حاج علی. حالا بخوریم نمیخوام تعصبی کنم قضیه رو، نمره واقعی رو بدم دیگه. آره بزنیم چیه صبر کن باش مستن بزنیم بریم چیز این یعنی خوبه. آره خوبه. نه خیلی طعم دودی میده، خیلی طعم زغال میده، یعنی خیلی تلخیش داره. خب آخه رو زغاله. خب اونم رو زغاله ولی گریفیت داره. اون بر رو زغال نمیفور منقلیش چیز. چرا؟ زیر اونه، زیرش زغاله. آخه گازی ها لوله داشت. لوله نداره ببین فن هم داره اون فنه که میزنه. ولی این طعم دودیشو من دوست دارم. نه سلیقه من هست خیلی آخه. نه دیگه الکی تو ماچه. چوسی شدم. تو ماچ. گوجه رو میتونم بشکافم این تو. پسری که گوجه دوست داره. مهره مار داری تو دل بری. نه مهره مار دارم تو دل.
از کی دیگه تصمیم گرفتی گوجه رو بذاری کنار واقعا؟ و یه ولاگ در مورد ما قضیه بگیری واقعا بچه‌ها بهش میخواد ببینیم. یو سلام بچه‌ها، محمد ویژن هستم. خوش اومدید. چی شد که بی خیال گوجه شدی؟ بچگی دوست نداشتم و هی سوال میگه آقا مگه خوردی؟ گفتم آقا خوردم دوست ندارم. آخه بوی گوجم حال منو بد میکنه. در این حد اون مگه خوردیم اینا. یه بار با هم رفته بودیم ساندویچ بخوریم، بعدم گفته بودم آقا تو ساندویچ من گوجه نذار، ولی این گذاشته بود و موقعی که گازو زدم گوجه اومد تو دهنم. اصلا اون موقع دیگه باور نشد من گوجه دوست دارم. در ماشین رو باز کردم، مثلا خیلی کار عجیب غریب کردم. ولی املت میخوریم یا نه؟ املت با رب میخورم، با گوجه اونم نمیخورم. خب الان گوجه کردیم استو دیگه مش ملاحظه مارم بکن مرد. فاکتورهای بافت و فلان و اینا رو داشت واسه تو. آره من الان تنها تفاوتی که واسه تو هست طعمشونه. من یعنی همه فاکتورها رو با هم دارم. طعمشون واقعا با هم فرق میکنه. طعمشون متفاوته، قشنگ فرق میکنه. این دوتا رو بذاری کنار هم. ببین من چربی اونو بیشتر دوست داشتم. یه جور دیگه چرب. میدونیم؟ نمیگم این بده ها، به نوبه خودشون هم خوب، ولی اون یکم آبدارتر بود. خیلی آبدارتر بود. اما آبداری باب میل سلیقه منه. میبینم خیلی خوب. یه خدای خوشمزه. آره واقعا خوبه. از حق نگذاریم نمیشم بشه دیگه منم. راجع خدای خیلی خوبه دیگه، اذیتم نیکو. چه کاشونی گرفتم. کاشونی نترس شدم. آره خوبش برای بچهای شرق تهران هم میتونیم بگیم اینجا میتونم بیان. بچهای شرق ویدیو رو میبینید کبابی امیر بیاین، کبابش خوبه. چجوری آجت دارم الان بهت میگم. اون مترو نمیتونی، مترو باقری رو نمیتونی بگی. مترو باقری خیلی پایین تره. اینجا خیابون 196 به سمت دلاوران از باقری که میپیچید سر نبش زده کباب سرای ممتاز امیر اصل شعبه مرکزی، چون مثل که شعبه هم پیروی زده. آره من فکر نمی‌کردم شعبه این باشه تا اینکه تو اینستاشون به یه چیزای پی بردم. خب اینم از کباب سرای ممتاز امیر. کبابی بعدی کجاه؟ دوزلی. که اینجا دیگه انتخاب هیچ کدومم نیست. فقط یه جای معروف و شناخته شده رو گفتیم بریم. اون فقط انتخاب من و سهیل نباشه دیگه. آره. خیلی لوسه. منطقه بی‌طرف. منطقه بی‌طرف هم در نظر. رستوران سوم کباب سرای دوزلی. این دفعه هم دوباره 2 تا سیخ کوبیده گرفتیم. یه ماست موسی شد 204,000 تومان. از همه جا قیمتش کمتر بود. بعد مدت زمان انتظارمون 10 دقیقه بود. یکم بیشتر بقیه جا بود. آره خیلی هم سرد بود توی هوا. واقعا یخ کردیم. این پکیجینگشه. خیلی مهمه واسه این 70-80 تا ویورمون ها. خیلی مهمه. یعنی الان فقط وایسادن ببینن ما چی میگیم. آره الان بچه‌ها تو خونه نشستن ببینن خوبش کجاست. این پکیجینگشه. یکم بزک دوزکش بیشتر از بقیه جاست. آره اما نون نداره غیر از اینکه زیرشه. آره این یکی فلفل داره. آره فلفل داره، ترشی هم داره. آره خوبه. ترشی ترشی میذاری یعنی دلیل برمیشه که نون نذاری. آخه کباب با چی میخورم بله؟ دقیقاً همین دیگه، انقدر نون داده بر 2 نفر، بعد اون ترشی داره. چربم هست البته. به سلامتمون ضرر میرسونه آقا سهیل. نه آخه نونش هم ببین، دست بزن ببین قیافش هم که معلومه. نونش ببین نون تازه نی. رب نداره دیگه. حالا کباب ببینید چیزی. ما نیومدیم نون امتحان کنیم، کباب ببینیم. اومدیم پکیجو ببینیم. به بزک دوزکش میدم. نوره بالا. آقا گوجه هم نداره. گوجه هم نداره. آره آخه دیگه واقعا ببین سیخش هم لاغره ها. ببین خدایی نمیخوام تعصبی نظر بدم ولی واقعا هیچ ارزونی بی علت نی آقا سهیل.
ولی خود کبابش خوبه. باورم نمیشه. ببین 3 جای مختلف خوردیم، 3 تا طعم متفاوت داریم میگیریم. راست حاجی کباب گوشت چرخش کردن حالا با پیاز و ادویه و نمک و فلفل، ولی همه هر جا رفتیم طعمش متفاوت بود. خیلی عجیبه. ولی این خوب آب داره. مثل اونجوری که تو دوست داری آب داریش. از امیر بیشتره آب داریش. و قشنگ رو بو روغن حیوانی میده. قشنگ معلومه یه قلمو یه تاچ روغن حیوانی هم بهش زده. ولی مشکلی که بود خیلی طول داد. خب آقا داریم به نسبت بقیه جاها شاید 10 دقیقه تایم زیادی نی، ولی بیشتر بقیه جاها طول داد و اینکه خیلی ناراضی بودن ملت. آره مردم خیلی ناراضی بودن. تازه ساعت شلوغی هم نیومدیم و هر 3 تا جا روی ساعت اومدیم که خلوته. دقیقاً نونمون به آخراش رسید. خیلی خوبه قداش خدایی. آره ولی باز حالا چون الان طعم امیر که بیشتر تو دهنمه، چون جای دوم امیر بود. حالا من فکر کنم امیر رو یه کوچولو به این ترجیح بدم. بازم خود چجوری؟ من واقعا ترجیح میدم. ببین نمیگم این بده ولی خب میگم بین خوب و خوبتر و خوبترین داریم دیگه. میگم دیگه ولی خب این دورچین داشت، جالب بود. آخه ولی نون نداشت واقعا. آره نون نداشت. خیلی باگه دیگه. اما من نصف سیخمون مونده نون نداریم. آدم با چنگال ماست بخوره به خدا. خب بقیه اون اتفاقی که تو طول ترماسمون افتاد دستش نیافت واقعا. خان بابا تایمش به نظر من قابل قبول بود. یعنی خب تو تایم رتبه 2 رو گرفت، اما هم 6 یا 7 دقیقه طول کشید. 6 دقیقه شد. 6 دقیقه. من کیفیتش رو خیلی دوست داشتم، طعمش رو خیلی دوست داشتم. پکیجینگش بد نبود، یعنی خب یعنی اوکی بود. بعد اینکه یه دقیقه وایسا. خب ادامه بده. بافت و طعم گوشتش هم من دوست داشتم، اوکی بودم. بخوام بهش نمره بدم، صبر کن منم بگم نظرتمو. خان بابا خدای خوب بود، من دوست داشتم. لحاظ بافت، چربی، طعم، مدت زمان رسیدگی. خود حاج علی که اونجا بود گفتیم خندیدیم، خیلی خوش گذشت. خیلی آدم با عشقیه، واقعا آدم با عشقیه. همه چی اوکی بودم، طعمش هم خیلی خوب بود. 1 2 3 9 8 و نیم. آره 8 و 75 8 و نیم. آره تو اون بازه، ولی واقعا خوب بود، خیلی دوستش داشتم. خب کبابی بعدی که اومدیم کبابی امیر ممتاز بود. خب اول از همه اون طعم دودی بودنش که سهیل میگفت، خب من اونو دوست داشتم، خیلی اوکی بود. با بافت و ایناش هم اوکی بودم، با اینکه یکم خشک‌تر از امیر، یکم خشک‌تر از خان بابا و دوزلی بود، ولی من اوکی بودم باش. یعنی چیزی نبود که اذیتم کنه، کاملا اوکی بودم باش. و هم پکیجینگش ردیف بود، همین نونی که گذاشته بودن روش خودش اضافه بر سازمان خیلی اوکی بود. قیمتی هم که همشون تقریبا توی یه رنج بودن. مدت زمان انتظارمون که 5 دقیقه شد، 1 دقیقه با خان بابا فرقش بود. کلا همشون مدت زمان انتظارمون خیلی نبود. اولی 6 دقیقه، بعد 5 دقیقه، بعد 10 دقیقه. خب اوکی بودن کلا. آره قابل قبول. 10 دقیقه واقعا چیه دیگه بعد من با همه چیش اوکی بودم. الان تو میخوام من اینو بگم. درباره امیر بگو. امیر کیفیتش واقعا خوب بود، طعمش خوب بود، زمانش واقعا همه بهتر آماده شد، پکیجینگش واقعا قشنگ بود و دورچین نداشت. خب حاج علی هم دورچین نداشت. اوکی بود. من راضی بودم. اینا نمره‌مون رو بگیم. 3 2 1. من 9 میدم. تو 8 دادی به این بر. خب راجع به دوزلی من اگه بخوام بگم، تقریبا همه چیش با خان بابا برای من برابر بود. هم آبدار بودنش، هم طعمشون شبیه، خیلی نزدیک بود به هم. تقریبا همه اون فاکتورایی که اون برداشت این برم داشت، فقط نون نداشت. آره خیلی با هم. البته این بزک دوزک داشت، سالاد داشت، پیاز داشت، همه چی داشت، ولی نون نداشت.
آره این قضیه کم واقعا خراب کرد کارو دیگه. این قضیه کم ناراحتمون کرد. چون شما فکر کن 2 تا کوبیده بگیری بعد بخوای بری حالا بشینی بخوری، غذایی رو که وا می‌کنی گشنت هم باشه ببینی خب هیچی انقدر کلا نون داره بعد با 2 کوبیده که اون انقدر نونو تو 2 جا زیرش بودا ولی آره نون زیر کباب بود به قول بچه‌ها. آره زیر کباب بود. خب تو نظرت چیه؟ آره حالا این خان بابا بود، اینم خوب بود، تایمش یکم طول کشید، سرویس دیش به مشتری و شکم هرج و مرج بود، یکم شلوغ بود. اون که خیلی شلوغ نبود 2 نفر انگار خط رو خط شده بودن. آره یکم خوب نمیتونستن هندل بکنن. یکم این برنامه یکم تعجب آور بود که آقا کلا 4 نفرن کلا اینجا، چرا نمیتونی هندل کنی 4 نفر رو؟ که آره سفارششون هم شاید تو فرق داشته باشه، که جوجه باشه که کباب باشه. این برنامه خیلی جای عجیبی بود ولی خب دورچینش خوب بود، کبابش هم خوب بود، طعم کوبیدش هم به نظر من خوب بود. میگم که هر کدومشون طعم متفاوتی داشتن ولی من از اینم خوشم اومد. 3 2 من 8 میدم. 7 میدی آجی، سخت نمره میدی ها. میگم نونه یکم ناراحت. آره من فقط نونه باعث شد کمتر بدم. آره منم بین 8 تا 7 مونده بودم. نه من 8 میدم به این. آره شاید 8 منطقی تر باشه حتی برای این کباب. آره چون به خاطر یه نون آقا نمره آره دیگه آجی قضیه داکتر نشه تو خدا از یک توالت نشه جون آره. نه این ماجرا بر دانش. آره. آقا نمره فاینال تو بگو. من 8م. راست میگم همون 7 تا 75 یا 8 داره برای دانش. آقا فاینال تو بگو یا نه. اینم 8 میده. اینم خب حل. جمع نمره‌ام فکر کنم حاجلی شد. جدی؟ آره اون همه 8 و 9 گرفت، این ور 9 و 8 گرفت، این ور 8 تا 8 گرفت. آره من راضی ام از نتیجه که به عمل اومد. آره پس آقا خوبش کجا شد؟ خوبش کباب سرای با هم بگیم. خوبش کباب سرای خان بابا. شهر سار چی شد بابا؟ خان بابا بود. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودید. ببین امیدوارم سوالات از ذهن تک تک مخاطبان عزیزم حل شده باشه که آقا خوبش کجاست. خوبش به این نتیجه رسیدیم کباب سرای خان بابا واقع در میدان نارنج در شهر ریگ. آره کبابش بود. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودید. تا ویدیوهای دیگه میبینمتون. لایک کامنت فراموش نشه. مرسی پسر. فعلا خدا